سلام بچه ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدیم به چنل خودتون بچه ها. مخلصم بچه های خوشگل مشکل تاجیکستان. منم یه جایی هم که ماشینه و رفت آمده و با نور ماشینایی که دارن از روبرو میان دارم این ویدیو رو میگیرم. ببخشید که من دهنم تریز شد بخاطر که مادرم کلوچای خوشمزه‌ای درست کرد تو خونه و چند تا خودم جاتون خالی. بچه ها این ویدیو رو واسهتون درست کردم، آماده کردم و این اینتروشه که اینتروش رو گذاشته بودم و پاک شده بود و اینا اتفاقات افتاده بود و گفتم دوباره بهتون. این ویدیو بچه ها در مورد تفاوت‌های زبان فارسی افغانستان، تاجیکستان و ایران یه تفاوت‌هایی داره. خب مثلا یه کلماتی هست با هم دیگه فرق میکنه توی فارسی دری، تاجیک و حساب. یادتون نره این ویدیو رو تا آخر ببینید و به دوستاتون معرفی کنید. Let's go. استفاده از زبان تاجیکی به جای فارسی و دری نیز به گفته پژوهشگران بار سیاسی داشته است. چنانچه محمد جان شکوری بخارایی که بعداً به محمد شریفاویچ شکروف معروف شد از ادبان. سلام بچه ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه ها. مخلصم بچه های خوشگل و خفن. توی این قسمت تفاوت گویش های فارسی ایران و دری افغانستان و تاجیکستان میخوایم تفاوتشون رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد ببینیم که چجوری ها فرق زبونمون با هم دیگه. چاکر بچه‌ها لایک و کامنت و ساب یادتون نره. چنل واسه دوستاتون بفرستین و بریم و بیایم. 1 2 3 لیتس گو. شبت در مورد تفاوت زبان دری و فارسی است. سوال‌های مثل این: واقعیت تفاوت فارسی و دری چیست؟ آیا فارسی و دری دو زبان جداگانه‌اند یا دو گویش متفاوت هستند؟ و یا میپرسن شاعران مثل مولانا و حافظ به فارسی شعر گفتند یا به دری؟ که البته نظر به وضعیت بد فرهنگی و سیاسی که در افغانستان حاکم بوده، بروز چنین سوالهای عادی به نظر میرسد. بارها دیده ایم که حکومت لوحه‌های دانشگاه و دانشکده را پایین کشیدند به این دلیل که دانشگاه و دانشکده واژه‌های ایرانی و بیگانه هستند و به جای آن واژه‌های مثل پهنتون و پهنزه را بالا بردند. آیا واقعاً چنین است؟ در حال حاضر در افغانستان دو روایت متفاوت وجود دارد. عده‌ای معتقدند که دری زبانی جدا از پارسی است و شماری نیز در مخالفت با این نظریه میگویند که دری و پارسی یک زبان اما گویش‌های متفاوتند. بیشک هر دو روایت طرفداران خودش را دارد، اما واقعیت این است که بعضی مباحث علمی و تکنیکی را نمیتوان با شمار هواداران یک موضوع قضاوت کرد. زبانی که در ادبیات رسمی ایران فارسی و در ادبیات رسمی افغانستان دری عنوان می شود، اما علاوه بر آن گویشوران دیگری هم هستند که هر دو را قبول ندارند و اصرار دارند که نام این زبان باید تاجیکی عنوان شود. این گویشوران عمدتاً در تاجیکستان و ازبکستان زندگی می کنند. شماری از پژوهشگران پیشین و معاصر معتقدند که پارسی و دری دو زبان جدا از هم هستند. در کتاب‌های زبان و ادبیات دری در درازنای زمان آمده است که در گذشته‌ها ایده دری را منسوب به دره و دربار می‌دانستند و مدعی بودند چون این زبانی رسمی دربارها بوده‌اند به این لحاظ دری نامیده شده است. روایت‌های مختلفی از کارشناسان و نویسنده‌های مختلف نشر شده است. مثلا ابن المقفی ابو محمد عبدالله، یکی از زبانشناسان ایرانی قرن هفتم هجری قمری، معتقد بود است که پارسی و دری دو زبان جدا از همند. در شبکه‌های اجتماعی کاربران افغان هر از گاهی بر سر این موضوع بحث و مجادله می‌کنند. بسیاری از آنها فارسی را ایرانی و دری را یکی از زبان‌های رایج در افغانستان می‌خوانند. اما واقعیت چیست و چگونه میتوان تثبیت کرد که این دو زبانهای جداگانه‌اند یا گویش‌های متفاوت هستند؟ مگه میشه که جدا باشه؟ اصلا چجوری بهتون بگم، اصلا خنده داره همچین چیزی. به نظر من که خنده داره، به خاطری که فارسی خیلی از کلماتمون ما مثلا چجوری بهتون بگم، صبر کن، گویش‌های مختلف توی ایران، مثلا زاهدان، کردستان، فلان و فلان و فلان، مازندران، خراسان، مشهد، فلان. خب اینا وقتی گویش زبونمون فارسی دیگه ولی گویش داریم، لهجه داریم.
بعد خیلی از کلمات افغانی، غلیظ افغانی توی لهجه های، توی گویش های مختلف ایران، فارسی ایرانی استفاده میشه. اون اصلیاشون مثل چکر، ما تو فارسی ایران چکر نداریم ولی توی گویش های مختلف فارسی ایران چکر داریم. و از قبیل این مدل چیز مثلا همون کچلو چی میگن، سیب زمینی، حالا ما نمیگیم، بچهای مازندران میگن، بچهای افغانستان هم میگن. خیلی از این مسائل هستش. زبان گفتاری و رایج در افغانستان به نام زبان فارسی یاد شده است، چنانکه نجم الدین کاویانی پژوهشگر افغان معتقد است که روی جلد کتاب‌های درسی که در دوره امیر حبیب الله خان و امیر امان الله خان چاپ شده، فارسی و قرائت فارسی نوشته شده است. همچنان به گفته او نام این زبان در صفحه‌های نشریه‌های شمس النهار، سراج الاخبار و امان افغان فارسی نامیده شده. و در یک جمله نام زبان در همه اسناد رسمی، قراردادها، معاهده‌ها، پیمانها و فرمانهای دولت فارسی بود، نداری. در مقاله منسوب به محمد علی جاوید که در اینترنت منتشر شده، آمده است که برای نخستین بار در قانون اساسی افغانستان در سال 1343 هجری شمسی زبان فارسی طرح شد و بجای آن زبان دری را یکی از دو زبان رسمی کشور به تصویب رساندند. و گفته او در فصل اول ماده سوم آمده بود از جمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی می باشند. آقای جاوید در مقاله‌اش گفته است از اینکه چرا در افغانستان از پارسی دوری گزیده و دری را جانشین آن ساختن چیزی نمیگویم و فقط اشاره میکنم که این تبدیل و تغییر تنها انگیزه های سیاسی و تاریخی داشته است و بس. در چقدر زیبا گفت. هر چیزی که این مدل تغییر کرده به دست مردم نبوده، به دست سیاسیون بوده. وقتی که ایران، هرات از ایران جدا میشه، خب مسلماً که بالاخره سیاسیون افغانستان میخواستن که دوری کنن از زبان فارسی، که چی؟ هرات و مردم هرات و مردم افغانستان، یعنی این قسمت افغانستان، دل بکنن از ایران و زبونشون دیگه کلا همه چیزشون فرق کنه با زبون فارسی ایرانی. پارسی یا همان زبان پهلوی، پارسی میانه، بیشتر در میان معبدان، دانشمندان و مردم ولایت فارس کاربرد داشت و در این را مردم شهرهای مداین و در دربار پادشاهان ساسانی به کار می بردند. در این میان کرسنسر دانمارکی و دنینگ انگلیسی کلمه دری را در اصل دهاری می دانند و به نظر آنها دهار نام اصلی سرزمین است که ما امروز آن را به نام تخار می شناسیم. آنها نیز تلویح دهار توی تاجیکستان بوده. آره، با جدا بودن این دو زبان از یکدیگر اصرار دارند. محمد تقی بهار، نویسنده مشهور ایرانی، در کتاب سبک شناسی و تاریخ تطور نثر پارسی معتقد است زبان دری زبانی است که از خراسان به دربار ساسانیان رفته است. به نقل از وی در اصل معنای واژه دری اختلافاتی وجود دارد. دو چیز را میتوان فرض کرد. یکی این که در دربار و در میان بزرگان در خانه و رجال مداین یا همان تیسفون پایتخت ساسانیان به این زبان سخن میگفتند و دیگران که این زبان مردم خراسان و مشرق ایران و بلخ و بخارا و مرو بوده است. اجتماع این دو حالت نیز مشکلی ایجاد نمی کند و منابعی وجود دارد که هر دو وجه را تایید می کنند. در این میان داستان استفاده از زبان تاجیکی به جای فارسی و دری نیز به گفته پژوهشگران بار سیاسی داشته است. چنانچه محمد جان شکوری بخارایی که بعداً به محمد شریفاویچ شکروف معروف شد، از ادیبان و نویسندگان تاجیک در کتاب تحت عنوان سرنوشت فارسی تاجیکی فرارود در سده 20 معتقد است که بلشویک ها در پی انقلاب اکتبر 1917 میلادی نام زبان فارسی را به تاجیکی تغییر دادند و تلاش کردند تا برای فارسی زبانان آسیای میانه تلقین کنند که زبان شما تاجیکی است و به زبان فارسی و یا دری که زبان ایران و افغانستان است تفاوتی ریشه‌ای دارد. مجلس تاجیکان در سال میبینی سیاست همه جا دخیله. تمام سعیشون رو داشتن میکردن که بگن که
تاجیکی زبونتون، شما تاجیکی هستین و زبونتون فرق میکنه، ریشه یک موقع ریشه چجوری بگم مساوی نداره با دری افغانستان و فارسی ایران. در 78 خورشیدی با حذف واژه فارس نام قانونی زبان این کشور را تاجیکی اعلام کرد. حتی در پی تغییر خط در تاجیکستان زبان تاجیکی را با الفبای سیریلیک که در آن تغییراتی داده شده است می نویسند و با آن الفبای تاجیکی می گویند. برخی زبانشناسان تاجیکی را لهجه‌ای از فارسی می دانند و برخی دیگر آن را گویشی از زبان فارسی. اما این همه بحث نیست. شمار مخالفان این نظریه ها بسیار بیشتر از موافقان آن است. مخالفان نظریه جداپینداری پارسی، دری و تاجیکی معتقدند که دری صفت زبان فارسی و تاجیکی یکی از لهجه های زبان فارسی است. اما نکته جالب دیگر نیز وجود مخالفان جداپنداری دری و فارسی، دری صفت زبان فارسی است، تاجیکی و لهجه دارد. بعضی معتقدند که دری زبان است و فارسی یکی از لهجه ها یا گویش های زبانی دری. به گونه مثال دکتر رازق رویین نویسنده افغان معتقد است اصطلاح فارسی یا پارسی افاده کننده ی زبان نیست، لهجه است، زیرا زبان همان دری است که اصل و سازنده و پدید آورنده دیگر لهجه های پیرامونی خودش بوده است. هر زبانی وقتی و دیگر مناطق می‌کوچد منطقاً در آن مناطق نظر به عوامل تاریخی و جغرافیایی دچار تغییراتی می‌شوند که آن خود صورت متغیر زبان اصلی میباشد که در اصطلاح زبانشناسان به نام میکروسیستم‌ها یا همان لهجه‌ها نامیده می‌شود.